الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز، خدا را هزاران بار شکرانه میکنیم که من و شما را توفیق داد در این رکن از ارکان اسلامی در رمضان مبارک. پروردگار من و شما را صحت و سلامتی داد که ما روزه فریضه الهی را میگیریم و شب را قیام می‌داریم. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی روزه ماه مبارک رمضان را گرفت و شبش را قیام کرد از روی ایمانداری و اخلاص، خداوند تمام گناهان گذشته او را میبخشد. ما دعا میکنیم که الله تعالی گناهان گذشته من و شما را اول عفو کند، با کریمی و رحیمی و مهربانیش ببخشد، بیامرزد. پدران و مادران و همه آنانی که از مؤمنین و مسلمین گذشتن رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. پروردگار ارز مادران و همسران و دختران و تمام فرزندان امت اسلامی را حفظ کند و خودش تربیت و حمایت کند برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، من و شما حسب برنامه‌ای که داشتیم در سوره بقره هستیم. حسب برنامه رمضانی، همون سوره هایی که قاری‌ها میخوانند، ما در سوره بقره دیروز بودیم. درباره اینکه سوره بقره گفتیم از سوره های مدنی هست و 286 آیت دارد، 40 رکوع و 40 احکام دینی در این بحث می شود و احادیث درباره فضیلت این سوره ما با شما صحبت کردم و حتی درباره این هم صحبت کردیم که نامها به واسطه جبرائیل و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می آیند و سوره ها نامگذاری می شوند. یعنی خود معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نامها را از پیش خود نمیگذارند. نامها توقیفی هم به واسطه جبرائیل میاد، نامها گذاشته میشد. این را نام گذاشتن سوره بقره، اونم که این سنام القرآن، بلندترین مقام قرآن انمی سوره بقره است. سوره بقره به حد سوره درازترین قرآن هست و اعظمترین آیت قرآن که آیت الکرسی از در این سوره هست، درازترین آیت قرآن. آیت مداینه قرض گرفتن که املا شود، نوشته شود، در همین سوره وجود دارد. و در این سوره گفتیم بحث آفرینش انسان، بحث طلاق و نکاح، بحث قصه طالوت و جالوت، بحث برآوردن حضرت آدم و حوا از بهشت، همه اینها صحبت میشوند. اما امروز اگر خداوند فرصت عطا کند، چرا که گفتیم تسمیت الکل به اسم الجزء، یعنی 40 رکوع و 40 احکام دینی در این هست، بغرض از اون قصه هایی که در این سوره هست. لیکن به یک قصه این سوره نامگذاری شده است. این قصه را چرا اینقدر مهم الله تعالی شماریده است و در این ذکر کرده است، همین را یک کم ترک با یکدیگر صحبت میکنیم. یعنی سوره گاو برای چی نامگذاری شده است؟ سوره گاو به خاطر این که شما ببینید آخر این قصه را شما درک میکنید که حکمت بیان کردن این قصه و حکمت در این و سبب و علت در این مسئله چی هست. یک مرد در بنی اسرائیل زندگی میکند. شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذکروا بنی اسرائیل، شما بنی اسرائیل را بسیار ذکر کنیم. فان فیهم عجائب، میگه در قصه های بنی اسرائیل عجایب چیزا هست. یعنی یک چیزهایی را شما رو پرو میزنید در قصه های بنی اسرائیل، چون که اینها مردمی بودن، اینها همه چی را داشتن. یک تا پرست داشتن، انسان هایی داشتن انکار میکردن معاد قیامت، انسان هایی داشتن که خدا را باور نداشتن، انسان هایی داشتن که نبی نبودن، اولیاء بودن، کرامات داشتن. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله میگه شما بنی اسرائیل را ذکر کنید، در اینها عجایب چیزا هست. میگه مردی در بنی اسرائیل زندگی میکرد، بسیار انسان دارا بود و از اولاد هیچی نداشت. یک جیان داشت، یعنی یک دادرش بچهش، این امک میشید برای اون. مالدار بود. میگه او بنده خدا همون جیانش، همین امکیش همیشه نگاه میکرد که کی ای دنیا میگذره و میراثی را ببره. انسان ها همیشه در دنیا بسیار دنبال مالند، با هر کار قادرند. همون زمان هم
بنده خدا همیشه نگاه میکرده است که کی امکیش میبره و همین مال و میراثی او، چون که دیگه کسی نداشت امکیش غیر همین مال و میراثی همین برای همین میمونه. میگه روز از روزها نفسش به این وادارش کرد که قتل کنه امکیش. خون ریزاندن و کشتن برای بعضی انسانهایی که میان انسانها فتنه میدازند بسیار کار آسان میتواند، اما از این گناه عظیم دیگر در اسلام نیست. اول و دیوان یکمین دیله هایی که روز قیامت میارند، در صحیح بخاری حدیث است، دیله های خون های. اول محاکمه امون انسان های میشن که قتل کسی را کردن، خون کسی را دست داشتن، سبب قتل کسی شدن. به حد گناه سنگین است. یک روز مستقل در این موضوع صحبت میکنیم. باز فقط صحبت داریم درباره سوره بقره، قصه همون گاو. میگه این نفسش وادارش کرد که امکیش قتل کنه. میگه این امکیش کشت شبانه در شب تاریکی، جسد او را برد در پشت دروازه یکی همسایه گذاشت. سحر شد این سر صدا کرد، داد و فریاد کرد که امکی مرا کسی کشته. بعدا اینها همه می آمدن قسم میخوردن که نه ما کشتیم نه قاتل برای این میدانیم. همه قبیله و این قبیله ها جمع شدن، بحث و مناظره شد دنبال قاتل که ایرا کی قتل کردگی است. به نتیجه رسیدن که یکی از اونها گفت که چرا ما قاتل ها میکنیم؟ در بین ما نبی از انبیا زندگی میکند، حضرت موسی علیه السلام. چرا نریم حضرت موسی را بگیم که ای موسی قاتل همین کی است؟ او پروردگارش دعا میکنه، معین میکنه کی کشته ایره. حضرت موسی علیه السلام وقتی گفتن، حضرت موسی به خداوند مناجات کرد، گفت که همین قبیله یکی از اینها کشته شده است، قاتلش نمیدانند. گفت قاتل اون را برای اینا بیان کرد. الله تعالی فوراً برای موسی فرمون داد که بگو به اونها فذبحوا بقره، یا گاو بکشن، یا جزئی امون گاو در تنه میت بزنن، میت گو میخیزه میگه که کشته مرا. حالا این که شما ببینید جزئی مرده را در دیگر مرده میزنن، هر دو اینا حیات ندارن. گاو بکشن جزئی را در مرده بزنن. برای همین خداوند وقتی قصه این گاو در سوره بقره میکند، در آخر اشاره میکند به سوی حکمت و مقصد. بنی اسرائیل زنده گشتن بعد از مردن را باور نداشتن، اعتقاد نداشتن، انکار میکردن. سخنان انبیا را انکار میکردن، سخنان حضرت موسی را که آل حساب است، کتاب است، میزان است، صراط است. اینا را حساب کتاب که میکردن، اینها چیکار کردن؟ انکار کردن. برای همون خداوند وقتی اینا را فرمون داد، اینا همون گاو چه خیلی یافتن، اون قصه الهیده است برای اون انسان‌هایی که توکل علی الله میکنن، امید و چشان به خداوند زیاد است. اون را باز قصه میکنم من بعدی. میگه که گاو که کشتن، اونا دنبال کردن گاو یافتن، به وزنش طلا دادن. گاو وقتی کشتن به جزء از اون در بدن مرده زدن، مرده جاش خیست. الله مخرج ما کنتم تکتمون. الله در این قصه میگه که الله میبرارد، آشکار میکند آنچه را که شما پنهان دارید. وقتی جز اینا در اون زدن، اون بنده خدا ایجاش خیست، گفت که قاتلی من جهنمه، باز دنیا گذشت. الله تعالی چی گفت فوراً؟ کذالک یحیی الله الموتى. الله تعالی امین گونه مرده ها را زنده میکند. یعنی ای بنی اسرائیل، گاو کشتین، جزئی اون گوشت از اون را گرفتین در این مرده زدین. کذالک یحیی الله الموتى، همین گونه الله مردگان را زنده میکند. گفت چرا شما در این در شک و شبهه هستین؟ همین گونه که شما مرده را که در اندیشه بودین که کشته است و کافت و کاو میکردین، و اونه که میدانیست خاموش بود دنبال قاتل میگشتین، من گفت جز یک مرده دیگر از گاو، از حیوان، در اون زدیم این خیس. گفت بیان کرد. برای الله حکمت این قصه را بیان میکرد در اینجا که ای مؤمنین، ای مسلمین، ای بنی اسرائیل، و این قرآن تا روز قیامت مخاطب است بر انسان ها که بدانین که این چونین مرده ها را زنده میکنم، من بر همه چی قادرم. و اون گاو را اینا از کجا آوردن؟ یک مردی فقیر زندگی میکرد در بنی اسرائیل. این یک فرزند داشت، انسان فقیر و نادار بود. در همه داراییش یک گوساله داشت، ایجن یک گوساله داشت.
وقتی که مرگ نزدیک شد همسرش وصیت کرد، گفت که من از دنیا میگذرم، همین گاو و همین گوساله را گفت میبینی این را برای فرزندم گفت خداوند گفت میگذارم، وقتی که فرزند من کلون شد بگو همین را بگیرم. او را چیکار کرد؟ گفت اللهم استودعک هذا العجل لولدی، ای الله گفت من با تو امانت میگذارم گفت همین گوساله را برای فرزندم. در جنگل هویش کرد. وقتی پسر کلان شد مادرش نقل کرد او را که با نگوی که پدر چیزی موندگی نیست، پدر تو یک گوساله را حالی شاید گاو شده باشه گفت گذاشتگی است برای تو در همین جنگل های. ای چه جان این را ای جنگل چه خیلی میویم؟ گفت ای بچم گفت اون پسر نیک بود، پسر بی حد، قصهش دراز است، وقت نیست که من او را بکنم. او روز شب 3 حصه کرده بود، شب 3 حصه کرده بود، بی حد خدمت مادر میکردید. فرزند نیک بود. این فرزند گفت که مادر او گوساله او تایلاق از گاو است، او را کجا میویده جنگل؟ گفت که تو رنگ پدرت باش. پدرت وقتی اون گاو گفت امانت گذار در جنگل خدا، فتوکل علی الله، او به خدا توکل کرد. گفت فتوکل علی الله فاسترده، تو هم توکل به خدا بکن، برای طلب ردش بکن. این هم توکل به خدا کرد، رفت داخل همون باغ شد. میگه گاو اومد، هر کسی میگفت دست با همون گاو بزنم یا نزدیکش برم، پیش کسی ده نمیستود، فرار میکرد. آمد پیش همین بچه ده ایستاد. این بچه گرفت اون رو هر روز میبرد میچراندش. همینایی که حضرت موسی گفت که گاو بکشه، اینا گاو کفتن، اینا بهانه کردن گاو چگونه است. ای موسی ما نمیدونیم رنگش چخیله، او یا او کشیدگی های زمین جفت کدگی های او گاو چخیله. اینا خداوند میخواست که این انسانی که توکل به خدا میکند مالش امانت به خدا میگذارد. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای سفر دارد، میگه اللهم نسألك فی سفرنا هذا البر وتقى من العمل ما ترضى. بعد میگه اللهم انت الصاحب فی سفر والخلیفه فی اهل والمال. ای الله در سفر خودت نگهبان مایی، خلیفه در خانه خودتی، با آبروی خانه و مالم بر خود سپاریدیم. این بنده خدا همین کارا کرده بود. بعد میگه اینو پیش بچه می اومدن گفتن 3 دینار میتیم گاو بده. همین گاو که حضرت موسی بیان کرد به همین گاو توری می اومد. تمام اومدن گفتن 3 دینار میتیم. این بچه گفت که من نمیفروشم گاو، من تا از مشورتی از مادرم نکنم گفت من گاو نمیفروشم. بعد پگاه آمدن گفتن سلس را میتیم. همین گاو اگر 90 کیلو بروه 30 کیلو تیلات میتیم. گو نمیفروشم گاو. گو اگر همین گاو 100 کیلو بروه 60 کیلو تیلو میتیم. گو نه من نمیفروشم تا مادر مصلحت نکنه. وقتی مادرش مصلحت کرد اینا گفتن که امی جلدش ملء الذهب پر تیلو میکنه میتیم وزن گاو قد. بعد این راضی شد که بیان بگیرن. گفت برای همین برادرانی که در قرآن تأمل و تدبر میکنن ببینن که انسانهایی که با خدا بودن چقدر مقام دارن. ولی بالاتر خداوند در همین سوره میگه اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین انسان می آفرم، خلیفه می آفرم. ملائکه چی گفتن؟ یسفک الدماء، در زمین خون میریزاند، و یفسد، زمین در فساد میکند. بسیار انسان ها هستند در دنیا. ولی یک سوال همی است که ملائکه ای کجا میدونستن ولی انسان آفریده نشده بود که انسان خون میریزونه و فساد میکنه؟ چون که پیش از انسان ها خداوند به مانند من شما اونا مکلفن، نفس و شهوت آفریده بود در جن. جن اونا دیده بودن چی کار میکنه، اونا قیاسی بر جن کردن. گفتن حضرت مولانا بسیار خوش رو میگه در مثنوی، میگه که گفت آمرانه بر همه قوم ملک، من خلیفه بر زمین می آفرم، با صداقت آدمی را باورم. جنبش افتاد و بر قوم ملک، در رسید آواز ایشان بر فلک. بر خدا گفتند و ما آزاده ایم. ای الله اگر تو را عبادت تسبیح میخواهی نحن نقدس لک، ما پاکیم، نه نفس داریم، نه خوردن، نه آشامیدن، نه خواب، نه مرد زنی. ولی بالای آسمان ها پیامبر رفت گفت وجب نیست که در اونجا ملائکه یا قیام دی یا ملائکه دست سجده است یا ملائکه در رکوع است. هیچ جا ملائکه گفتن اگر تو تسبیح و عبادت و تهلیل میخواهی در کار نیست. انسان روی زمین فساد میارد، گفت روی زمین خون میریزاند. گفت با صداقت
جنبش افتاد در قوم ملک، در رسید آواز ایشان بر فلک. بر خدا گفتند ما آزاده ایم، هستی خود را برایت داده ایم. آدمی روی زمین آرد فساد، ای بسا خونخوار مردم نیست بود. لیکن الله تعالی گفت که اینی اعلم ما لا تعلمون، در انسان چیزهای من میدونم که شما نمیدونید. انسان چی کارهایی نکرد برای الله. حضرت ابراهیم علیه السلام پسرش قربانگاه کشید، همه ملائکه گریه میکردن. در این عمل فرزند آدم میجه زدن، الله نافرمانی نمیکنه. نه که انسان هایی که با خدا نزدیکن، آبرو و ارز اونا محفوظ است، مال اونا محفوظ است، توکل و اخلاص میکنن. انسانی را میکنن برای همون خداوند انسانی را آفرید که منفعتی بر جامعه برسد، منفعتش برای یک دیگر برسد. میگه در بنی اسرائیل یک مرد عابد بود. مختصر میگه این مرد عابد اینقدر با خدا نزدیک بود، جریج عابد میگن ایرا، آوازه شد که اینقدر عبادت میکنه و جای عبادتگاه الهیده دارد و فلان فلان. میگه آوازه به زنکار رفت. یک زنک میگه خیست، گفت که من میرم اون را رسوا میکنم، امتحانش میکنم یا میگم تا. میگه این رفت به پیش جریج. همین زنی که انسان حجپا بده، انسان نامعقول به در جامعه، گفت من خودم میرم رسوا میکنم میارم جریج تانه. اینقدر عابد با تقوا هست. میگه رفت پیشش، ای برش رفت، ای برش رفت، ای پیشش آمد، هیچ توجه با این زن نکرد جریج عابد. اینم در بنی اسرائیل است این قصه. میگه قصه مختصر، این ناامید چی؟ ناامید چی؟ میگه برگشت آمد طرف همون روستا و قشلاقی که زندگی میکرد. در راه پیش یک راعی رفت، یک گوسپنچران. همون گوسپنچران میگه دعوت کرد، اون با این هم خوابه شد، با این زنا کرد. میگه بعدا آمد در قشلاق گفت که نمیش کمی مده، گفت جریج بچه شد 9 ماه بعد این تولد کرد. مردم اگو من همون جریج عابده که میگیم، این اگو فرزندش تولد شد. من شدارم نه پی جریج رفته بودم، گفت بله گویم فرزند جریجه. مردم خیستان رفتن جریج کتیفش برا آوردن، تو عابدی ما را دروغ میگوی. زدن بیچاره را چند لغتی، صومعش چپا کردن جای عبادتگاه شد. این جریج گفت چی گپ شده است؟ گفت که تو فلانی را که رسیدی فرزند کده یو. گفت کجاده یمو؟ گفتن در قشلاقه. گفت مرا بریم پیش یمو. پیش یمو آوردن، کودک نوزاد 4 کودک صحبت کرده گت شمیه. آمد جریج بالای سر کودک گرفته، مادرش نگاه نکرد، چلیکش در ناف یمی کودک ماند. من ابوک، پدری تو کیه؟ ای فرزند پدرت کیه؟ او فرزند گفت ابی الراعی، پدری من ده مرده. همون کودک نوزاد. عزت آبروش محفوظ است. خدا همه ما را با خدا کند. پروردگار گذشتگان ما را ببخشد و بیامرزد. خود ما را پروردگار زندگی با بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.